موضوع همین شیعه. کلا ما اهل سنت از یادتون رفتیم. یه خورده این سخنرانی های علمای ما را که برامون بگذاریم خیلی خوب میشه. حنیف هستم، از تهران تماس گرفتم و خودم از افغانستان هستم. بیشتر شبکه‌های شما رو دنبال میکنم که مسجد دیگه ما نداریم که بریم تو مسجد. فقط همین شبکه‌ها که از طریق این شبکه‌ها میتونیم دینو. درست. متاسفانه تماس ایشون تا اینجا قطع شد. چشم برادر عزیز بزرگوار، ما یعنی اصلا هدف از تأسیس شبکه وصال حق، من به بقیه شبکه ها کار ندارم، اما شبکه وصال حق هرگز موقعی که تأسیس شده هدفش این نبوده که برای شیعیان تأسیس شده باشه. این یک واقعیتی است که من بارها گفتم. هدف از تأسیس شبکه وصال حق فقط بیدار کردن مسلمانان بود که بشناسید این منافقین رو، بشناسید این گمراه ها رو. هدفمون فقط این بود و ما از روز شنبه تا روز جمعه، شما برنامه های ضبط شده ما رو ببینید، هیچ کدوم از برنامه های ضبط شده در رد شیعه نیست. برنامه های ضبط شده شبکه هیچ کدومش در رد شیعه یا در بیان شبهات شیعه نیست، الا یک برنامه بت شکن که مدت زیادی است که متوقف است. بقیه برنامه ها همه برای اهل سنت هست، همه برای عموم مسلمان ها هست، همه برای شیعه، برای سنی، برای همه است. یعنی مخاطب اون برنامه ها یک تیف خاصی در جامعه نیستن. اما برنامه زنده، مثلا روز شنبه ما برنامه حجت بی حجت داریم که بحث تخصصی است در رد شیعه. روز یک شنبه برنامه مکانت سنت در اسلام هست که برنامه برای اهل سنت و برای شیعیان و برای عموم مسلمان ها است. برنامه تاجیکستان برای همه است، برای اهل سنت است، بیشتر موضوعات اونا رو مطرح میکنه. در روز دوشنبه برنامه پرسش و پاسخ که داریم موضوع عام هست. برنامه بازسازی اندیشه برای اهل سنت، برای عموم مسلمان هاست. روز سه شنبه برنامه آن روز سکه که بحث‌های تخصصی است، اونم در مورد شیعه و پخش کلیپ‌های اینها است. روز چهارشنبه برنامه منبر بیشتر موضوعات اهل سنت مطرح میشه. در روز پنجشنبه که برنامه سفره دل هست، بیشتر موضوعات اهل سنت مطرح میشه، برای عموم مسلمان هاست. روز جمعه که کلا برنامه اهل سنت هست، یعنی چه برنامه تلاوت و آموزش تلاوت روحانی قرآن کریم، برنامه قلب آسیا، برنامه رحمت، برای عموم مسلمان هاست. بحث شیعه و سنی وقت مطرح نمیشه در این برنامه ها. یادم رفت بگم روز سه‌شنبه برادر بزرگوارمون استاد سلیمانی برنامه آموزش حفظ قرآن کریم دارن و تفسیر قرآن کریم هست. همه این برنامه عام هست. ما تنها دو برنامه، حجت بی حجت و برنامه آن روز سکه که بحث‌های تخصصی رد شبهات و بیان شرکیات و کفریات روافض هست. بقیه برنامه عام هست که حتی در بعضیش ذکری از تشیع هم نمیشه.